دلتون خوب باشه. امروز با یه ویدیو خفن دیگه، همونجوری از تامنیل معلوم بود داخل این ویدیو هم بهتون یاد بدم که چجوری سیو اصلی اکانتتون رو عوض کنید و مثلا از روی فیسبوک بیارید روی ایمیل یا از روی ایمیل بیارید روی فیسبوک. کار دست سختی نیست، حتما ویدیو رو با دقت نگاه کنید تا قشنگ یاد بگیرید. این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل بزنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای منو میبینید. بریم سراغ ویدیو. خب اولین کاری که باید انجام بدیم وارد تنظیمات میشیم. خب اینجا میایم توی قسمت آخر اکانت بیسیک. خب اینجا خیلی گزینه‌های زیادی داره. روی این گزینه سومی نکنید، اولی، این دومی، این سومی، روی این گزینه میزنید. خب اینجا یه چیزایی باید انجام بدید. مثلا اینجا باید یه ایمیل خودتون رو وارد کنید. فکر کنم ایمیل جدیدی که میخواد، فکر کنم یه ایمیل جدید یا اون ایمیل قبلیه. فکر کنم ایمیل قبلیه. باید ایمیلی که الان اکانتتون روشه اینجا وارد میکنید. بعد یه کدی رو باید بذارید که حفظ باشید، حتما یادتون نره هیچ وقت. یه کدی بزنید، یه رمزی بزنید، بعد این گزینه رو میزنید. این گزینه رو که زدید میره یه دو تا کد فکر کنم میخواد ازتون، دو تا یا یک کد میخواد. من نمیتونم انجام بدم چون راضی ام از اکانت و مثلا اکانت من رو گوگل نمیخوام رو فیسبوک ببرم. بعد اینجا میزنید و دو تا کد میاد، گارنا واسهتون دو تا کد میفرسته به اکانتتون و اون کد رو وارد میکنید و اکانتتون از فیسبوک میاد روی مثلا گوگل یا از گوگل میاد روی فیسبوک. و میتونید به همین راحتی اکانتتون رو مثلا از فیسبوک برید رو گوگل یا از گوگل بیارید رو فیسبوک. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل من سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله بغل رو بزنید که شما اولین نفر باشید که ویدیوهای منو میبینید.